زگیل تناسلی توی ایران خیلی زیاد شده، به خصوص توی شهرهای بزرگ، چون خب جمعیت زیادتره. از هر 10 نفر 8 نفر مبتلا هستن و الان توی سونامی HPV هستیم و سیل عظیمی از سرطان دهانه رحم مواجه هستیم. هر خانومی که تا حالا تست HPV و پاپ اسمیرشون نداده توصیه میکنم، به شدت توصیه میکنم که حتما این تست رو انجام بدین، چرا که ممکنه که درگیر سرطان شده باشین یا اینکه سلولای پیش سرطانی ساخته شده باشه و مطلع شدن از این موضوع به ما کمک میکنه توی گلدن تایم درمان قرار بگیرین و درمانتون به موقع انجام بشه برای حالا HPV یا حالا سرطان. در اسرع وقت تستتون رو بدین اگر میخواین از سرطان دهانه رحم در امان باشین. اصلا پیدایش HPV یا همون زگیل تناسلی از کجا شروع شد؟ از جایی که 60 سال پیش پزشکان مطلع شدن اکثر خانم‌ها مستعد سرطان دهانه رحم میشن و علت اصلی سرطان دهانه رحم زگیل تناسلی یا همون HPV هستش که رفته رفته طی سالهایی که حالا باهاش پیش رو هستیم و سالهای اخیر یه مقدار سونامی HPV بیشتر شد، درگیری ها بیشتر شد، چرا که حالا چند پارتنری، سیستم های دفاعی ضعیف پیش اومد و باعث شد که این ویروس بولد بشه توی جامعهمون. طریقه انتقال زگیل تناسلی از طریق رابطه مقعدی، رابطه واژینال، رابطه دهانی و رابطه مالشی هستش و از طریق دیگه منتقل نمیشه. بخش عمدهش از طریق رابطه جنسی هستش. 5% احتمال داره که از طریق استخر، سونا، جکوزی، لیزر و دستگاه‌های نمیدونم سونوگرافی و اینجور چیزا منتقل بشه و بخش عمدهش از طریق رابطه جنسی هستش که حالا چون مواردی بوده ما این موضوع رو نقض نمی‌کنیم. برای پیشگیری از این معضل بزرگ باید چی کار کنیم؟ یکی اینکه واکسناتون رو جدی بگیرین، تزریق واکسن ها رو جدی بگیرین. 2 نوع واکسن داریم، 2 نوع واکسن گارداسیل داریم، 4 ظرفیتی و 9 ظرفیتی که 4 ظرفیتی در مقابل 4 تا تایپ ایمنی بهتون میده و 9 ظرفیتی هم در مقابل 9 تا تایپ. یه واکسن هم داریم که ایرانیه، اسمش پاپیلوگارد، در مقابل 2 تا تایپ ایمنی میده. حالا این ایمنی ها به چه دردمون میخوره؟ خب واکسن ها تایپ های پرخطر سرطانزا، بیشترین عاملی که باعث سرطان دهانه رحم میشه رو پوشش میده و یک ایمنی نسبت به اون تایپ ها به بدن میده و همچنین احتمال انتقال HPV به پارتنر رو هم کم میکنه. یه موضوع دیگه هم که باید حتما استفاده بشه و توصیه میشه استفاده از کاندومه که در جهت پیشگیری از HPV و HIV یا HSV یه مقدار کمک میکنه. HIV رو و عفونت رو که کاملا کاور میکنه، ولی بیماری هایی مثل تبخال تناسلی و زگیل تناسلی رو حدود 70% ایمن میکنه، ولی باز 70% هم احتمال خیلی خوبیه، بهتر از هیچیه. حتما از کاندوم استفاده کنید توی روابطتون. راجع به درمان HPV هم خیلی سوال میشه. ببینین HPV چون یه بیماری مقاربتی هستش و زگیل تناسلی هستش، میاد سیستم دفاعی بدن رو به شدت ضعیف میکنه. به خاطر همین ما باید یه کارایی انجام بدیم که این قضیه برطرف بشه، سیستم دفاعی تقویت بشه، سیستم دفاعی بالا بیاد که بتونیم ویروس رو از بدن خارج کنیم. به خاطر همین توصیه میکنم که مکمل‌های خیلی خوبی مصرف کنین که اگر خواستین با من در ارتباط باشین بهتون بگم چه مکمل‌های خیلی خوبه، خیلی سیستم دفاعیتون رو قوی میکنه و رژیم HPV داشته باشین. باز هم برای رژیم میتونین با من در ارتباط باشین، واکسن ها رو بزنین و همچنین تک پارتنر باشین. توی انتخاب پارتنرتون خیلی دقت بکنین. اینکه حالا میپرسین چرا واکسن بزنیم وقتی که مبتلا شدیم؟ ببین واکسن ها یه ایمنی نسبت به اون تایپ های پرخطر سرطانزا بهتون میدن و در جهت پیشگیری از ابتلا به اون تایپ های سرطانزا هم کمکتون میکنن و احتمال انتقالش به پارتنر بعدیتون هم کم میکنن. پس تزریقش بهتر از تزریق نکردنشه. تنها علت زیاد شدن HPV و زگیل تناسلی توی ایران به خاطر عدم آگاهیه. تا جایی که میتونین اینو برای دوست آشناهاتون بفرستین. اینجا هم براتون آدرس سایت و یوتیوبمو میذارم، اطلاعات بیشتر و کاملترشو میتونین اونجا ببینین.